میخواستم بیام خیلی کوچولو ازتون تشکر کنم بابت اینکه من ویدیو اولم گذاشتم و کلی مسیج ازتون گرفتم که موفق باشی ادامه بده و اینا و خیلی به هم لطف داشتین. خیلی واقعا اصلا اینجوری بودم که گفتم بیام قبل از خواب یه صحبت کوچولو بکنم، تشکر کنم در واقع ازتون و بگم که فردا قرار چیکار کنیم با هم. فردا صبح ساعت 8-9 اینا حدوداً باید بیدار شم، چند تا کار انجام بدم، ویدیو بگیرم برای آنلاین شاپم. بعد اینکه ساعت 11:30 چیز دارم، کلاس دارم، کلاس زبان دارم. بعد باید سریع بودم، بعد از کلاس هم برم باشگاه، بعد از باشگاه هم آماده شم جنگی فلان اینا که بریم مهمونی و قرار شما هم بیاین مهمونی. هنوز نمیدونم چی میخوام بپوشم و خیلی سخته. همونطور که میدونین من هیچ وقت هیچی ندارم بپوشم. چرا گوشم تکون میخوره؟ نه آره، همونطور که میدونین من هیچ وقت هیچی ندارم بپوشم و واسه مهمونی فردا هم نمیدونم چی بپوشم. تازه ناخن پامم شکسته و نمیتونم که پاشنه بلند جلو باز بپوشم. خیلی دارم فکر میکنم چی بپوشم. آره خلاصه گفتم ازتون تشکر کنم قبل خواب، چون همین الان یوتیوب هم باز کردم دیدم هم چند تا سابسکرایبر جدید گرفتم، هم کلی به هم مسیج داده بودین، کامنت گذاشته بودین واسم و اینا، خیلی ذوقی شدم و اینا دیگه. گفتم صبر نکنم تا فردا، همین الان که دیدم تشکر کنم ازتون دیگه. شبتون بخیر، فردا بریم آماده شیم با هم بریم مهمونی. سلام، صبحتون بخیر. بچه ساعت 9:12 است و همونطور که میبینین من تازه خواب بیدار شدم دیگه. گفتم بیام صبح بخیر بگم، برم یه صبحونه یه چیزی بخورم و بیام که بریم به ادامه روزمون برسیم. خب بچه من صبحونه هم خوردم، بعد دیگه الان گفتم بیام یه کوچولو به خودم برسم، یکم اسم میکنم به هم ریختم و اینا و یکم آرایش کنم که برم سر کلاس. خب براتون موش شدم، این خیلی خوبه. من خیلی بدم میاد که موقعی که دارم آرایش میکنم چیز باشه، موهام بیاد تو دست و پام و اینا یا آرایشی بشه. واسه همین از اینا زدم تو ویدیو قبلی، چون هی موام میومد تو دست و پام، هی میزدمشون کنار. بعد دیگه گفتم که باهاتون راحت باشم و چیز کنم. با مرتوب کننده شروع میکنیم. یکی از دوستان بهم گفته، 2 نفر در واقع بهم گفتن موقعی که داری چیزی استفاده میکنی اسمشون و اینا رو هم بگو. دیگه میگم حالا اگر خواستین استفاده کنین، این مرطوب کننده است که بهتون گفتم خیلی خوبه. برندش کوزارکسه، من قبلا میخوندمش کوزارکس، نمیدونم چرا ولی کوزارکسه. یه همچین مدلی هم داره، فکر کنم اینو دیده باشین قطعا. این مدلش خیلی معروفه، من 3 تا بطری از این تموم کردم، ولی از وقتی اینو گرفتم زدم دیدم خیلی بهتره این واقعا. یعنی هم میتونین زیر آرایش استفاده کنین، هم به نظر من پوستمو بیشتر مرطوب میکرد که این خیلی خوبه بچه. من I swear by this. الان این کرم رو میزنم، بهتون نشون داده بودم. این سراوی کرم روز SPF 30 داره. آره دیگه بعد دوباره واسه شب پاکش کنم، دوباره آرایش کنم. بچه من هنوزم نمیدونم برای شب چی میخوام بپوشم بعد از گذشت این همه ساعت و این داره به هم یکم استرس میده واقعا، چون نمیدونم چی بپوشم. من یه تایمی خیلی چاق بودم، عکسمو میذارم اینجا، عکس چاقیمو که ببینین. من 98 کیلو من بچه که بودم خیلی لاغر بودم، یعنی از اینه که قلیونی بودم. بعد همیشه دوستای مامانم به میگفتن شبیه مدلای و اینا. تیرویدم خب کم کار بود و پولیکیستیک هم داشتم و یهو شروع کردم به چاق شدن. مثلا خودم هم دیگه یه ذره لایف استایلمو دل کرده بودم، مثلا به خاطر درس و اینا. فکر کنم یه تجربه مشابهی که همه ما دخترها یا حتی پسرها داشته باشیم اینه که ما پسرها داشته باشیم، پسرها هم داشته باشن، اینه که وقتی که امتحان داریم، وقتی آزمون داریم و اینا، واقعا نمیرسیم که بخوایم حالا تحرک داشته باشیم، رژیممون رو رعایت بکنیم و فقط تمرکزمون اون درس
ترس است. برای منم خب همین بود. اینطوری شدش که من کاملا داشتم رو درسم و آزمونم و اینا تمرکز میکردم و یهو و بعد دیگه شروع کردم لاغر شدن و اینا. حالا یه ویدیو هم میذارم که چجوری تونستم لاغر شدم، چون من توی مدت زمان کمی لاغر شدم ولی به صورت سالم، یعنی اینجوری نبود که برگرده، موهام بریزه، پوستم خراب بشه بعد از اون، یا مثلا ترک پوستی و اینا بزنم. بعد بهتون میگم. من شنیدم میگن که اگر قبل از آرایش اسپری فیکس بزنین و بعدش هم که تمام بشه اسپری فیکس بزنین، آرایشتون خیلی بیشتر میمونه. من واسه شب که خواستم برم مهمونی امتحان میکنم و بهتون میگم. راستی اینم چون واقعا به دلم نبود، بچه بوش خیلی بده، یعنی موقعی که اسپری میکنم رو صورتم واقعا اینجوریه که اون شارلوته که بهتون تو ویدیو قبلی گفتم و سفارش دادم، واقعا نمیتونستم بدون اون زندگی کنم. شد دیگه الان برم سر کلاس و میام پیشتون دوباره. خب بچه من نهارم هم خوردم، الان میخوام برم ببینم که چی بپوشم. یکی دو تا آپشن میذارم انتخاب کنم ببینم چی میخوام بپوشم. خب من اینو پیدا کردم تو کمدم، دیدم که خیلی وقت خریدمش ولی اصلا نپوشیده بودمش. بعد توی پینترست دیدم که با شلوار جین اینا رو معمولا میپوشن و پاشنه بلند، ولی من اصلا از استایلش با جین خوشم نیامد حقیقتش، با اینکه این خیلی خوشگله. این حالت کورستوریه، یادم نبود اصلا اینو دارم، ولی خب نمیدونم شلوار چی بپوشم باش. من تو آپشن خیلی خوبه دیگه هم دارم که دوست دارم، ولی فکر میکنم این یکی حداقل گشاد باشه، دکولت هست، یعنی مثل همین فرض کنین ولی با جنس ساتن. یه بند داره که مثل این لباسای مد شدن اولدمانی فلان اینا، این مثلا اینجوری میتونین دور گردن یه بند بندازین آویزون باشه فلان و اینا. یه آپشن دیگه هم دارم که اینه، اینجوری میاد دور گردن و این شکلیه استایلش، بعد پشتش کامل بازه، فقط 2 تا بند کوچولو داره که بسته میشه. ولی من خودم اونو که تنمه بیشتر دوست دارم. بچه‌ها یه دونه شلوار پیلیا پیدا کردم، با این دقیقه بپوشم ببینم میاد بهش یا نه. بچه‌ها فکر کنم خوشگل شد ولی شما نمی‌بینید. خوشگل شد واقعا، نمیدونم خوشگله. بذار برام بپرسم. خب هم مامانم هم بابام جفتشون تایید دادن و گفتن خیلی خوشگله. بعد اینی که داشتم پایین لباسم رو نشون میدادم و اینا، این بستم رسید، یه ماسک گرفتم از لیدی کیوبه، چیز بوده. جانم باشه برای اینه که منافذ صورتتون پاکسازی بشه، تمیز بشه و اینا. بعد هم میزان ترشح چربی صورت رو کنترل کنه، سبوم صورت رو کنترل کنه و سرسیاه. من یه کوچولو رو بینیم دارم، کلا کسایی که پوستشون چربه دارن اینا. و گفته بود بین 3 تا 5 بار استفاده هم خیلی تاثیر خفنی داره با اینا. و همین الان که اومد برای تست روی بینی پدرم زدم که ببینیم حالا همون دفعه اول که میزنیم چجوری میشه با اینا. دیگه اینو استفاده میکنم بهتون نتیجهشو میگم. و لباسم هم که تایید شد. من این ماسکرم زدم، حالا ببینم چجوری میشه بعد بهتون میگم. خب بچه‌ها ببخشید کیفیت دوربین کوچ اومد پایین. من حقیقتا بعد از اینکه ماسکرمو گذاشتم گفتم من مثلا یه دوش بگیرم. ماسکر رو گذاشتم خیلی خوب بود، اصلا به طرز عجیبی پوستم واقعا انگار جون اومد، خیلی هم شفاف شد، هم روی بینیم که یه ذره سرسیاه داشت خیلی بهتر شده. ولی یکم پوستم رو خوش کرد و من 2 مدل آبرسان زدم، یه دونه از همون یاره همشگیم زدم، یه دفعه هم از این زدم
این از این اسپرای آبرسان کلینیکه دیگه. دیدم ساعت 5 بچه ها گفته بودن ساعت 6 میان دنبالم دیگه. گفتم سریع بیام آماده شیم با هم دیگه و بریم. کلیپس ساده میزنم که سریع آماده شیم بریم اون تریکر رو امتحان کنیم که گفته بود که اسپری فیکس رو اول بزنیم. در کمال ناباوری اون گوشی قبلی استوریجش فول شد و داغ کرد دیگه نتونستم باش فیلم بگیرم. اینو آوردم. خب من موهامو خوش کردم بعدی تصمیم گرفتم موهامو یه کوچولو پایینش رو کرلی کنم چون اگه بخوام کلش رو اتو کنم واقعا نمیرسم. همین الانش هم دیر کردم واقعا. من این دستگاه چیزو دارم، شیگلمو دارم. اگر خواستین چیزی بخواین که موهاتون فر بشه واقعا اینو پیشنهاد میکنم. خب بچه من آماده شدم دیگه. بچه ها اومدن دنبالم الان داریم میریم. فقط لباسم گذاشتم توی بگ که اونجا بپوشم چون پاشنه بلند و اینا داشتم و لباسم باز بود. مرسی دیگه گفتم اینجا نپوشم و بریم اونجا عوض کنم. بچه ما همین جوریش هم دیرمون شده. بعد کلی ترافیک اینجا، یعنی اگر ما قرار بوده 7 برسیم الان ساعت 7 و 12 دقیقه است و زده که 55 دقیقه دیگه هم راهه. 55 دقیقه راهه. ساعت 7 و 12 دقیقه است و جلومون شکلیه. بزن زوم کنم. خب بچه سلام. من اون شلواری که ظهر بهتون نشون دادم که میخوام بپوشم و جا گذاشتم. همه جور زیباست. آره من جا گذاشتم. شلوار سفید خوشگلی که می‌خواستم بپوشم. بچه من پاشنه بلند پوشیدم و واقعا پام درد میکنه خیلی. اصلا نمیتونم راه برم. خواهم همینجا بشیم. ولی به جاش کلی عکس خوشگلی گرفتم، کلی زدیم رقصیدیم و اینا. جاتون خالی با بزنیم ببینم. من بخوام برم اونجا تو منو میبری؟ بچه اومدیم تاپ بازی. اینجا تاپ داره و ما داریم تاپ بازی میکنیم. نخوری بکشه. خب بچه ها مهمونی هم تموم شد. کلی خوش گذروندیم دیگه. الان داریم میریم خونمون. بابا هنوز نقشه هم تبدیل نده. معتج خب سلام. من رسیدم خونه. جاتون خیلی خوش گذشت. کلی رقصیدیم، گفتیم، خندیدیم، خوش گذروندیم و اینا. ولی تنها چیزی که راجبش ناراحت شدم این بودش که اون شلوار سفید رو جا گذاشتم. بعد واقعا لباسم با اون شلوار سفید خیلی میتونست بهتر باشه. خب بالا فدای سرمون. من دیگه الان کم کم میخوام آماده شم برم لالا کنم چون صبح باید برم شرکت دیگه. الان آرایشم و اینا میشورم و اسکین کرم انجام میدم میرم لالا میکنم. اون روش اسپری فیکس هم بخوام بهتون بگم خوب بود واقعا. آرایش هم میبینین که اونقدی تکون نخورده. فقط رژ لبم خب چون غذا خوردم و اینا پاک شده ولی آرایش هم خوب موند. فکر کنم این روش رو دیگه از این بعد کلا استفاده کنم و شما هم استفاده کنید. حتما بهم بگید دیگه. شبتون بخیر. مرسی بازم توی این ویدیو هم با من بودین.
بوش بهتون. شبتون بخیر. خدافظ.